بسم الله الرحمن الرحیم. ساعت 19:38 امشب یک مورد آتش‌سوزی در یک مرکز درمانی در محله مشیری خیابان مظلومی اعلام می‌شد. بلافاصله 5 ایستگاه آتش‌نشانی به همراه 2 دستگاه نردبان بالاورد و قوه حامل تجهیزات تنفسی به محل اعزام می‌شد. آتش‌نشانان در زمان 3 دقیقه به محل می‌رسند و مشاهده می‌کنند در یک ساختمان 5 طبقه با کاربری کلینیک درمانی در طبقه همکفش به وسعت حدوداً 50-60 متر احتمالاً در این قسمت بالا بررسی میشه. آتش سوزی رخ داده، کاملا شعله بر سقف‌های کاذبی که وجود داشت کاملا تخلیه شده بود. دود و شعله و حرارت زیادی به طبقات بالایی رسیده بود. خسارت زیادی به بار آورده بود. تعداد زیادی از مراجعه کنندگان و کادر درمان در وضعیت ناایمنی به وجود اومده محبوس بودند. آتش‌نشانان همزمان با خاموش کردن آتش خودشون به طبقات بالایی رسیدند و مشغول خارج کردن افراد شدند. یک حدود 20 نفر 25 نفر حالا یه 2 نفر کمتر بیشتر رو موفق شدن خارج بکنن. یک نفر بر اثر شدت سوختگی متاسفانه جان خودش از دست داد. یک خانم هم احتمالاً به علت دود گرفتگی ایشون هم جان خودش رو به تایید عوامل اورژانس از دست داد. در نهایت 2 نفر در محل جان خودشون از دست دادن و بقیه نفرات همه تحویل عوامل اورژانس شدن. یه سری حالشون بدتر بود، سریعا به مراکز درمانی منتقل شدن که امیدواریم حالشون بدتر از این نشه. بلافاصله عملیات در حال ادامه دادن بود. خدا رو شکر خیلی سریع موفق شدن آتش رو خاموش کنن. از سرایت به ساختمان‌های اطراف جلوگیری شد و در حال حاضر مدت زیادی که آتش خاموش شده. نیروها در مرحله فقط بازدید نهایی و ایمن‌سازی محل است. الرحمن الرحیم. متاسفانه در ساعت 19:45 به مرکز ارتباطات و اعزام راهبری اورژانس استان تهران اعلام حریق یک فقره درمانگاه شد. بلافاصله 3 دستگاه اتوبوس آمبولانس، 20 دستگاه آمبولانس و 3 دستگاه موتورلانس در صحنه اعزام شدن. متاسفانه تا الان ما 18 مصدوم در حال انتقال داریم. 2 فوتی در صحنه داشتیم و متاسفانه یک کودک 8 ساله علیرغم تمام اقدامات صورت گرفته و انتقال مرکز درمانی به فوت کردن. آمار نهایی و قطعی رو پس از پایان عملیات همکاران بنده اعلام میکنن. عزیزانی هم که دلنگران بیماران و مصدومین خودشون هستن با سامانه اورژانس تماس بگیرن، مشخصات بیمار خودشون رو اعلام میکنن و مقصد و بیمارستان رو بهشون اعلام میکنیم. دلنگران نباشن. از مصدومینی که منتقل شد ما صرفا یک بیمار بدحال داریم و الحمدلله بقیه در سلامت کامل هستن. Sorry.